آقا مبارکه، تبریک میگم. فقط ببخشید اینجا چه خبره؟ عروسی، تولدی، چیزیه؟ نه آقا، با این اوضاع قمر در عقرب و گرونی مگه میشه از این کارا کرد؟ این خرس گنده هایی که میبینین سران و طرفداران اصلاحاتن. اینا دیگه کارشون این چیزا گذشته. خب پس فهمیدم تیم ملی صعود کرده جام جهانی. داداش شما فکر کنم خوابی ها. جام جهانی که گذشت تموم شد، تعدیکش هم خوردن. خب من دیگه عقلم به جایی قد نمیده. میشه خودتون بگین که این همه اصلاح طلب و استمرار طلب و ماسمالچی اینجا جمع شدن بزن و برقص و شادی میکنن؟ خب دلیلش چیه دقیقاً؟ به چه مناسبته؟ مگه خبر نداری اصلاحات یه گام خیلی بزرگ و مؤثر برداشته؟ ورود زنان به استادیوم ها. البته اینم داخل پرانتز بگم که فعلا فقط زنان خاص، ولی خب یه برنامه هایی داریم که تا 20 سال آینده زنان غیر خاص هم بتونن وارد استادیوم بشن. آره حالا تو هم بیا وسط غیرش بده و با این دستاورد بزرگ حالشو ببر. عجب این همه شادی و بزن و بکوب واسه همینه؟ خسته نباشید واقعا. آقا اصلاحاتتون درد نکنه. قربونت. حالا اینکه چیزی نیست، یه چیزی میگم بین خودمون بمونه. فقط هفته دیگه هم دوباره همینجا قراره جمع بشیم و جشن بگیریم. میدونی چرا؟ حالا صداشو در نیاری یا ورود مردان با تیشرت به پارکا هم قرار آزاد بشه. آها بیا بیا.